وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 می با یک مطلب رادیو زودی واکنش کرد. در اون مطلب از روز 16 می شهلا دولت و ساکن خوجند و صاحب 3 فرزند ادعا کرده بود که مفتش ملیسا برای خلاصی او از جوابگری $30,000 خواست و به ناموسش دسترسی کرد. وزارت ادعای شهلا دولت را کاملا دروغ نامیده، خود او را به معامله غیر قانونی با دلار، سودخوری، صاحبکاری غیر قانونی، پایمال کردن حقوق و آزادی های کنستیتوسیونی شهروندان و مانع شدن به کار مفتش متهم نموده است. در اعلامیه گفته شده است شهلا دولت و برای جبر دیده و بیگناه وانمود کردن خود به یگان دلیل به پادپولکوونیک میلیسیا دلمراد شادیزاده تهمت زده است. ضمناً در سالهای اخیر در اداره های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند مورد شکنجه گمانبران ثبت شده است. برای مثال والدین یک خواننده مکتب در رشت ماه اپریل امسال ادعا دارند که ماموران میلیسا او را مجبور کردند یا به گناه اعتراف کند و یا شیمش را بکشد.